سلام علیکم جمیله جان، چطور هستین؟ خوب هستین؟ اولادا خوب هستن؟ مرحبا جان، گفتی مریض هستی گک؟ بله مریض است، 40 روز است که مریض. هیچ جانت هست. مریضی چی هست همچنین؟ مریضی دیگه نه قلبش کلان است. خب تکلیف قلبی داره. خدا بر نگاهش کنه. پروردگار عالم بری. یا سرش و قلبش درد میگیره. خو نمیال خوب برام. جمیله جان همشیره قند بعد از اینکه من توضیح میکنم براتون پیسه تا نمیتم تیم بررسی دارم که برای زنگ میزنم کوشش که در تلفن از جواب بدی گرچه تلفن شما ما مشکل در تلفن شما نداریم همیشه زنگ زدیم شما در دسترس بودین اما کوشش کنین که انمی شخص که براتون زنگ میزنه یا بررسی میکنن خدای نخواسته اگر در تلفن از جواب ندین باز این کمک سرتون قطع میشه چیزی هم از دست ما نمیره خب و کسی هم که کمکتان میکنه من پیش از اینکه ویدیو بگیریم براتون گفتم که کی است کمکتان میکنه و او از ما خواهش کرده که در جریان که ویدیو میگیریم ما نامش نگیریم این پیسه را بگید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 $20,800 ده جمیله جان 20,800 ما برات دادم که میشه $400 استرالیایی از شهر سیدنی استرالیا همشیره بزرگوار ما کمکت کرده و کمک این همشیره را کمک همشیره عزیز ما از طریق استاپ چریتی یا انجمن اجتماعی حمایت از نیازمندان به خودت رساندم امروز 11 اگست سال 2020 و 21 اسد 1399 است اینا را گفتنی که به همشیره جان دارید بگو تشکر خیلی من خانه شابادی زبیرای مرا که حمایه میکنه کمک میکنه خداوند کتش کمک می بلایی که از آسمان آمده خدا دی بلا نگاشم الهی آمین نمی دختر اکرم کلش معسل است که ما نمه قرار بیچارگی بردم شهیدی را گرفتیم کل از این ماندیم که مکتب بخوانه در اکثر و سمن برسن در مدرسه ماندیم در قاری قرآن هستن که همه معسل هستن این دختره که ما تکلیف داره تکلیف قلبی داره قلبش کلان است 40 روز شده که مریض است 40 روز بعد مرحبا جان رقم آورده میشه تشکر خیلی بدون خانه شما این که ما را چی میکنه خداوند در وقتش میده شما چیزی گفتنی ندارین؟ تشکری نمیکنین؟ میکنیم مدنی خانم که امرای ما کمک میکنه و ما حمایت میکنه بسیار زیاد تشکر شما چیزی گفتنی ندارین؟ من تشکری میکنم و از خانم محترم که ما کمک میکنه دست ما یتیمان رو میگیره خب شما چیزی گفتنی ندارین؟ و نمیره گفتنی داره که ما تشکری میکنیم اول که ما سرپرست نداریم برای ما یک سرپرست شد یک چیزی که برای ما میکنم مشکل زندگی ما باید واس اصلا بسیار دیگه است کس کمکگر کس دیگه اینا لمی کمک اگه نباشه چی میکنه؟ امی کمکگر نباشه ما امی برای ما مشکل است نمیشه برای ما یک هاورس میگن امی کمکگر نباشه ما مجبور هستیم در خانه ما چیز بعضی چیزا خیاط به خاطر کرونا کس خیاطم برات نمیره به خاطر مشکلات ما زیاد است چون خیاط است یک مادر مستک کار میکنه در خاطر ریماتیسم پای داره اون قدر نمیره مشکلات ما بسیار زیاد ما به این همشیره میتونم میگم که پیش از اینکه ما پیسه را به اینا بودم همشیره جان اینا 4-5 نفر با من زنگ زدن به خاطر که مشکلاتشون زیاد بود و همیشه پرسان میکردن که پیسه نامد دکترش رو ببخشید دکترش که من دو سمستر فیس خود تاویل نکردیم در پانتون نمونده از بین بسته پانتون مرخص خود ما تکلیف قلبی دارم هم چنان تکلیف خب یک دفعه خودت زوف کرده بودی نه؟ بله درست من برداشت غم هم ندارم مگم از بین بسته مثل که مثلا 60 نفر 70 نفر است یک دختر جوان بخیزانه و هم بسوی که بیاب شود دیگه برای از یک مرد است من دو سمستر فیس خود تاویل نکردم اینم رو پانتون نرفتیم و مشکلات ما اصلا نداشتیم میلاش کردم خب انشالله صدایتان نمیشنون تصویرتان نمیبینن خداحافظ شما خداحافظ